بدین سلام بگم به استاد عزیزم آقای محمدی شاهرودی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدین، خیلی هم مبارکتون باشه عید مبعث حضرت رسول و خوشحالیم که زیارتتون میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر بر شما و همه دوستان عزیز بیننده. مبارک باشه ان شاء الله. این تحقق بخش فلسفه آفرینش بعثت پیامبر هدف از آفرینش رو محقق کرد. همه پیامبران زمین سازی کردن تا پیامبر اعظم بیاد و اون خشت آخر رو بذاره و اون نقشه راه کامل و دست نخورده و تضمین شده رو در اختیار بشر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولیت طاعات و عبادات و روزهایی که انشاءالله گرفتید، زیارتهایی که انشاءالله رفتید. خدا مختار رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. میدونید پیامبر برای چی مبعوث شده بود؟ رفت داخل مسجد، دید مردم دو گروه شدن. احیانا شب‌های مهم مثل شب‌های قدر اینها بود که مردم تو مسجد جمع بودن. یه عده دارن نماز میخونن، قرآن میخونن، دعا میکنن و مشغول عبادتن. یه عده دور هم جمع شدن، همین کاری که ما انجام میدیم، دارن درباره مباحث علمی گفتگو میکنن. فرمود کل المجلسین الی الخیر. هر دو جلسه خوبه. اون جلسه‌ای که دارن نماز میخونن، قرآن میخونن، عبادت میکنن، این جلسه هم خوبه. ولکن به تعلیم ارسلت. ولی من برای تعلیم مبعوث شدم. رسالت من، فلسفهش اینه که مردم چیز یاد بدم. بعد رفت داخل همون گروهی که داشتن بحث علمی میکردن شرکت کرد و با اونها هم بحث شد و با اونها شروع کرد صحبت کردن. در حدیث دیگه هم داره که پیامبر فرمود انما و است معلما. فقط و فقط من برای تعلیم مبعوث شدم. حالا کسانی که از راه‌های مختلف دنبال تعلیم و تعلم هستن، اینا کارشون کار پیامبری است. چون رسالت پیامبر اینه دیگه. بله. هر کس معلمی شغل انبیاست. بر همین. بله. هر کسی بخواد تو این راه وارد بشه، تو قرآن 4 جا این که پیامبر اومدن برای تعلیم و تربیت 4 جا اومده. بله. خب وقتی که اینجوری است که کار پیامبرم تعلیمه، کسانی که به هر شکلی در تعلیم نقش دارن، گوینده، شنونده، خب اگر دوستان مخاطب ما و سوالهای اونها و همراهی اونها نباشه که ما نمیتونیم حرف بزنیم که. پس بحث ما، گفتن ما منوط به حضور اونها و استقبال اونها و این چیز هاست. همه کارشون میشه کار انبیا، میشه کار معلمی. انشاءالله که نتیجه این بحث هم همون بشه. الهی آمین. انشاءالله به برکت فرمایشات شما و البته پرسش های مردم. من یه تشکرم از شما بکنم تا اینوری میشه که با توجه به کسالتی که داشتین دوباره تشریف آوردین و قدم چشم گذاشتین. خدا خیرتون بده، اجرتون با حضرت رسول. خب گفتم من وقتی گناهی میکنم مثل درویی، دروغ، دورنگی و کارهای از این قبیل نسبت به اعمالم، دینم سست میشم و نمازمو نمیخونم. دلم میخواد تمام اعمالم درست باشه، لطفاً راهنمایی کنی. این که انسان گناه میکنه، خب کار شیطانه. بله. اما از اون کار شیطان بدتر و قبیحتر و بزرگتر اینه که گناه رو وسیله گناه بزرگتر قرار بده. حالا که درویی کردی، پس نمازم ولش کن. اگر درویی گناه کبیره نبود، که گاهی نیست، ترک نماز 100% گناه کبیره. یعنی شیطان اون گناه رو پله قرار داده، نردبان قرار داده که به این گناه بزرگتر شما رو برسون. چه کار کنید؟ به حرف شیطان گوش نکنید. اولا تلاش کنید که اون گناه رو نکنید. ثانیاً گناه کردید توبه کنید تا پاک بشید. نه که نماز رو ترک کنید که قوز بالا قوز بشه. راه پاک کردن گناه، راه درمان گناه توبه. توبه کردید خدا میبخشتون، مثل اول پاک میشید. پیامبر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه میکنه مانند کسی که اصلا گناه نکرده. خب شما توبه کنید تا پاک بشید.
اما اینکه بخواید خون رو با خون بشوری بعد که بدتر بخواید این نجاست رو با نجاست بدتر بشورید، این خیلی بده، خلاف عقله. نه که خودش بخواد اینجوری باشه، مثلا اونا باعث بشه، نه که در واقع بگه که چون من دروغ میگم مثلا اینا بعد حالا نمازم نخونم، نه میگه اثر اون خودم متوجه میشم باعث کاهلی نمازم میشه. نه اینجوری نیست که بگیم که اگر کسی مثلا یه گناهی کرد جبران به دنبالش، این غلطه، نباید اینجوری این نیست، این ملازمه نیست. پس یا وسوسه شیطانه یا تلقینه یا علل و عوامل دیگه داره. ممکنه تلقین منفی باشه، اما اینکه چنین ملازمه بین این دوتا باشه قطعا نیست. پس راهشون درست نیست. اولا گناه نکنم، گناهی گفت. ثانیاً حالا اگر شیطان زورش رسید و تو رو وادار به اون گناه کرد، گناه بدتر رو انجام نده، از اون گناه توبه کن، پاک میشی. این نماز و عبادات بعدی هم با دقت انجام بده. شیطان میگه به درد نمیخوره، بگو باشه من میخوام نماز بخونم، بذار به درد نخوره. خدا گفته به درد میخوره، تو میگی به درد نمیخوره، باشه من حرف خدا رو به حرفت ترجیح میدم. میگه چه فایده داره تو فلان گناه رو کردی، داری چی نماز میخونی؟ نمازت قبول نمیشه. بگو باشه من میخوام نماز بخونم، قبول نشه، مرجع تقلیدم گفته قبول میشه، امام صادق من گفته قبول میشه، تو میگی قبول نمیشه، باشه من میخوام نماز بخونم که قبول نشه. به حرف شیطان گوش نکن، خلاف دستور و وسوسه شیطان رو عمل کن. یاد یه حکایتی افتادم که به کسی با امیرالمومنین ظاهرا صحبت میکرد راجع به همین نماز نخوندن، که امیرالمومنین میگن که باشه نخون ولی من میخونم، عقلا وقتی اون دنیا اگه خبری بود من ضرری نمیکنم، نمازمو خوندم، اما تو که نخوندی قطعا ضرر میکنی. بله از امام رضا علیه السلام داریم راجع به معاد و اینم هست که آره تو اصول کافی هست باید. چی کار کنیم که نماز اول وقت بخونیم و در اون مداومت داشته باشیم؟ چه چیزهایی یا چه کارهایی باعث میشه ما از نماز اول خوندن دور بشیم؟ برای اینکه نماز اول وقت بخونید باید پی به اهمیت و عظمت و آثار و برکات نماز اول وقت ببرید. چطور پی میبرید؟ آیات و روایات و فرمایشات بزرگان اینها رو مرتب مطالعه کنید. لیستی از آیات: ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. عرض کنم که الذین اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا مثلا. یا اینکه یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اینا باید دم دست انسان باشه، مرتب مطالعه کنه. بدن انسان، نفس انسان مثل این باتریا میمونه، یواش یواش دشارژ میشه. باید چیکارش کرد؟ شارژش باید کرد با این آیات و روایات و فرمایشات بزرگان. شما مثلا کتاب حالا سر و صلات امام چه ترجمه شده ولی خوب سخته، ولی آداب و صلات امام مثلا، یا کتابای دیگه که حالا فراوان هم هست، اینها رو باید انسان بخونه برای اینکه انسان یک حرکت تربیتی بکنه. آقای قوامی باید 3 گام رو، امروز میگن 3 گام، علمای بزرگ ما در اخلاق کلاسیک ما میگفتن 2 گام. مثلا خود امام تو این کتاب 40 حدیثشون، یا مرحوم فیض کاشانی در اصول اخلاقشون، یا مرحوم عراقی پدر و پسر در جامع السعادت و معراج السعاده 2 گام معرفی کردن. ما همین 2 گام اینها رو میگیم، گرچه علمای علم تربیت جدید میگن 3 مرحله انسان باید طی بکنه. اون 2 مرحله اولش اینه که انسان نظرش عوض بشه، نظرش نسبت به نماز 100% مثبت بشه، که به هیچ قیمتی نشه نظرش عوض کرد. میگه من 10 تا دلیل دارم، سخن پیامبر رو چیکار کنم، سخن خدا رو چیکار کنم. میگه تو سقر بدترین جاهای جهنم جاشه کسی نماز نخونه. این نظر باید تغییر کنه با همین راهی هست. مرحله دوم تغییر در رفتار. یه مقدار سخته، باید شما پا رو نفس بذارید، برید مسجد نماز بخونید، اول وقت هر کاری دارید تعطیل کنید. یه 2-3 ماهی 5-6 ماهی سخته، بعد عادت میکنید نه خیلی آسونه، خیلی راحته. اصلا وقت اگه انجام ندی انگار یه چیزی کم داری گم کردی. حالا برای اینکه نفس پررویی نکنه و اذیت نکنه، اگر یه وقت نماز دیر شد، یه وقت مثلا فرض کن که نفس ولش کن، حالا فلان فوتبال نگاه کن مثلا، تنبیهش کن، با خودت عهد کن که اگر نماز به تأخیر بیفته من فرداش روزه میگیرم،
یا اون کسانی که خیلی دلشون قلبشون به پول وابسته هست، اگر نماز به موقع خونده نشه، به تأخیر بیفته، من فردا مثلا چند میلیون میدم. وقت خود نفس بهت میگه برو نماز بخون، وقت نمازها. شیطان میاد تشویقت میکنه. بله. بله وقت نماز برو نماز بخون. چرا؟ نگران اینی که اگه شما نماز نخونی فردا دو کار میکنی، هم روزی میگیری هم نماز. آره خودتو تنبیه میکنی. آره شیطان برای اینکه اون اتفاق نیفته، خود شیطان میاد اینجا طرفدار نماز میشه. نفس اماره خودش میشه طرفدار نماز و بعد تنبیه کرد. نفس وقتی که سرکشی میکنه، پررویی میکنه، بعد تنبیهش کرد. این خودمون این کارو بکنیم خوب جواب میده. مثلا میگم الان من عاشق فوتبال ملی یا مثلا پرسپولیس استقلالم، بعد الان یه موقع نمازم هست، داره قضا میشه فلان حرفا، خب خودمو تنبیه میکنم پرسپولیس استقلال نمیبینم، میرم نمازمو میخونم که این برام جا بیفته که دفعه بعد زودتر نمازمو سر وقت بخونم که اینجوری نشه. خب این خوبه. اما اگر پدر و مادر من با من این کارو بکنه چی؟ اونم خوبه. مثلا میگم من الان یه حالا اختزای سن، چون کودکم، نوجوانم، حالا مثلا 15 سالمه 16 سالمه، یه برنامه تلویزیون، سریالیه، برنامه کارتونیه، هر چی علاقه‌مندم، نشستم تا میخوام برم بشینم ببینم، پدرم خاموش میکنه، میگه اول برو نمازتو بخون، چون میخواد منو علاقه‌مند به نماز بکنه، بعد بیا اینو بشین ببین. من میگم بابا من تا اون برم بیام این تموم شده، حالا وقت هست. میگه نه تا اول برم. این چی نتیجه درست میده؟ به این صورت که شما گفتید خیر. آره. به این صورتی بخواد این کارو بکنه نه. تازه به نظر نتیجه معکوس ممکنه. اما به این صورت که ثابت کنه براش که نماز اول وقت از این سریال، از این فیلم هزاران بار بهتره. این اگه باشه خوبه. اینکه والا اینکه بخواد با اون تحمیل و با اونها، نه، اون روش خوبی نیست. اون روش غالبا جواب نمیده. ولی اینکه با منطق، با استدلال بهش بگی خب حالا چین سریال است، ابن نداره، مثلا ضبط میکنیم بعدن بیا نگاه کن. یه فیلمی رو داشت نشون میداد، مثلا که ما یک عباسی داشتیم که خیلی باصفا بود، یعنی واقعا باصفا بود، طوری که همه اون محله و همه ایشون رو دوست داشتن. و خب من داشتم گفتم نماز، یه فیلم خیلی مهمی رو داشتن میدادن، چند نفری هم بود، تنها نبود. گفت که بابا داره میره نماز، وقت مسئولا او بود که روشن خاموش میکرد. بابا داره میره نماز، ما هم میریم نماز میکنیم، بعد برگشتیم نگاه میکنیم فیلمو. این خاطره از ذهن من نمیره. این خاطره این بود. عجیبه. آره. خاموش کرد تلویزیون رو. باریکالله. بله. گفت بابا داره میره نماز، میریم نمازو میخونیم، برمیگردیم فیلم میبینیم. آفرین. حالا اگه به اینجا رسیده باشه بچه که اینجوری بخواد عمل بکنه، اصلا خودش نمیبینه، خودش نمازو ترجیح میده. ولی قاعدتا اون کسی که نمازو نمیخونه میشینه اون لحظه میخواد برنامه‌شو ببینه، خب به این نتیجه نرسیده. همینطور اونو باید بهش برسونیم به اون نتیجه. ولی نه اونجوری با تحکم. نه اون به درد نمیخوره. خب ما بعضا باید بریم یه فاصله دوستامون بگیریم و برگردیم و بعد بقیه سوالات رو بپرسیم. با اجازه شما بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که سنگین ترین عملی که فردای قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نظرم امروز علاوه بر این که سالروز مبعث نبی مکرم اسلام بود، سالروز تولد قرآن و اولین قطرات آیات رحمانی هم بود، سالروز تولد صلوات هم یه جورایی بود دیگه، مبعث نبی مکرم اسلام. خیلی هم عالیه. یه بار دیگه هم خوب صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتن که راه خاموش کردن ذهن پرفریب انسان و در نتیجه توکل او به خدا چیه؟ آقای محمد میرزاخانی از عراق این سوالو پرسیدن. گام اول اینه که انسان، باز اینا که من عرض بکنم دوستان، اینا مسئله تربیتی تقریبا مثل همه. گام اولش معرفته. انسان باید نفس رو بشناسه، خودش رو بشناسه، خوب رو بشناسه، بد رو بشناسه، وساوس نفس رو تشخیص بده، اون رهزنی های شیطان و نفس رو بهش توجه داشته باشه. اینا نیاز به معرفت دارن. و شناخت انسان بیشتر بشه، راحت تر میتونه تصمیم بگیره و گرفتار نفس اماره نشه. این یک گام اوله که بدون این گام انسان گام بعدی رو نمیتونه برداره. مسئله بعد این که گاهی باید انسان برای تمرکز تمرین های داشته باشه. حالا یه سری تمرین ها هست الان تو
که بیشترشون دکون باز کردن، نمیشه انسان اونها رو تایید کرد. اما خود انسان میتونه مثلا فرض کنید که این مدتی به قرآن توجه کنه، به آیه قرآن توجه کنه، همونجا متمرکز بشه که این آیه چی میخواد بگه. همین آیه کوچیک، همونایی که بلده ها، اونایی که حالا تفسیرش نمیدونه نه، همون تفسیرش میدونه روش تمرکز کنه. این تمرین تمرکز باعث میشه یواش یواش انسان بتونه تمرکز داشته باشه. مطلب بعد این که برخی از کارها مثل روزه، مثل ورزش، مثل برخی از علوم، مثل ریاضیات، حقوق، فقه، اینها ذهن انسان رو یک هندسه منظمی در ذهن انسان ایجاد میکنن. وقتی ذهن هندسه به خودش گرفت دیگه پرت و پلا نمیره و پراکنده نیست. خوب انسان گاهی تو این علوم هم یک ورودی داشته باشه. نکته بعد این که برای اینکه انسان از کنم که از اون افکار پریشان، مخصوصا اگر افکار دلهره آور و استرس‌زا باشه، یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن ذکر، نماز ذکر، اقم الصلاة لذکری، ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اینجا بسیار موثره برای این کار. اینکه صبحا دست رو قلب بذارن 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو تکرار بکنن، انسان اونجا شهر صد پیدا میکنه. وقتی شهر صد پیدا کرده این رهزنها خود به خود میرن کنار. اونم یکی از کارهایی که میتونه انجام بده. خیلی هم عالی، دست شما در نکن. گفتن که چه